بازار امامزاده ابراهیم، مرحله ششم آتش سوزی ظرف 15 سال. قابل توجه مسئولین شهرستان محترم شهر برای 15 سال یه چیزی در حدود 10 بار بگیم به شما کمه. بازار اینجوری داره میسوزه فعلا 50 تا 100 تا مغازه و خونه با هم فعلا تا بعد. مغازه داشتیم سوخته، ولی اون مغازه بغلی هم اونم سوخته. آتش نشانی اومده گفته که شما اگه گزارش بگیری خب واسه اون کسی که باعث آتش سوزی شده